دادگاه نویه خراسان معاون مدیر مکتب میانه رقم 35 نویه وخش سیدعلی دولتوف را با جرم غیر قانونی به یک دختر صنف نو دادن نامه کمال یا اتستات ختم صنف نو و تصرف محصولات خوراکواری که از جانب یک برنامه سازمان ملل برای خوانندگان مکتب جدا شده بود به اندازه 25600 سامانی به فایده دولت جریمه بست. خود دولتوف برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 6 مارس سال 2023 در شرح این پرونده گفت دولتوف سیدعلی سنت اللهویچ 8 یونیو سال 2022 در وظیفه معاون دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 نویه وخش کار کرده غیر قانونی دیده و دونسته که حبیبزاده شکرانه عمرعلی سال تولدش 2006 در صنف 6 7 و 8 تحصیل نکرده تنها از 1 ینور سال 2022 به صنف 9 رفته تحصیل نموده است. 20 ایول سال 2022 برای ساختکاری به حبیبزاده اتستات تحت رقم 1421445 درباره تحصیل عمومی اساسی نوشته داده است. غیر از این می‌افزاید داستانی دولتوف 19 آگوست سال 2021 همچون شخص متصدی اوید به تقسیم مواد خوراکی برنامه آذوقه‌واری جهانی در مکتب رقم 35 نویه وخش کار کرده در دوره سالهای خونش 2021-2022 مال و محصولات خوراکی را به مبلغ عمومی 26731 سامانی را از آن خود کرده به منفعت شخصیش صرف نموده است. طبق لایحه یاریهای برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل باید برای تامین خوراک گرم برای خوانندگان مکتب‌های تاجیکستان خرج می‌شد. داستانی ولایت ختلان نسبت به دولتوف بر اساس ماده 245 قسم 2 بند گ و 323 قسم 1 کد جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نموده بعد انجام تفتیش پیشکی به دادگاه نویه خراسان ارسال کرده بود. دادگاه با حکم خود از 20 ینور سال 2023 معاون مدیر مکتب رقم 35 نویه وخش سیدعلی دولتوف را بر اساس این دو بند کد جنایتی تاجیکستان ماده 245 قسم 2 از آن خود کردن و ماده 323 قسم 1 ساختکاری با استفاده از مقام خدمتی گناهکار شناخته و به مبلغ 25600 سامانی جریمه بست. ساحه معارف تاجیکستان یکی از ساحه‌های اعظم فساد زده در این کشور نامبر می شود.